در آخر من به شما یک حدیثی را خبر میدهم که فکر میکنم خیلی باید تأثیر کننده باشد و خیلی باید که شما را از خواب بیدار کند، که حدیث است از پیغمبر خدا که من احرق 70 مصحفا، اگر در بین شما یک نفر پیدا شود و 70 دانه قرآن را در آتش بسوزاند. البته ما و شما چی گناهی وزنینی هست و چی جمله مشکلی هست که انسان باید تلفظ کرده نمیتواند. اگر شخص در بین ما و شما پیدا شود که 70 قرآن را سوزاند، قرآن خطا خواندنش گناه است، قرآن بی طهارت قپیدنش گناه است، اینها وقتی گناه باشد پس سوزاندن او را شما تصور کنید که چند قدر گناه است. وقتی سخن خدا را تو در آتش بی پروایانه می سوزانی. من احرق 70 مصحفا، کسی که اگر 70 قرآن را در آتش بسوزاند و قتل 70 نبیا، اگر کسی که بعد این 70 دانه قرآن سوزاندن باز قرار نگرفت و 70 پیغمبر را به دست خودش قتل کرد. ببینید، یک آدم قتل کردن، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. خدا در سوره نساء میگوید اگر یک تای شما یک برادر مؤمن قتل میکنین، خداوند میگوید که این قاتل، این آدم کشه، خالدا فیها، من در دوزخ مخلد میگذارمش، میسته ابدی در عذاب دوزخ گرفتار میشود. و لعنه، من لعنت خودم به این قاتل میرسانم و غضب خودم را بالای این قاتل میرسانم. و برای آمدن این قاتل در دوزخ چه عذابهای گوناگون منتظر هست. یک آدم مؤمن وقتی که یک نفر میکشد، این گناه را تصور کنید که 70 قرآن سوزانید، بعد سوزاندن 70 قرآن باز چکار کرد؟ 70 پیغمبر دیگر را قتل کرد. و زنا مع امه 70 مرات. چه گناه های وزنین، چه جمله های وزنین. 70 قرآن سوزانیده شد، 70 پیغمبر کشته شد از دست یک نفر. و باز این نفر 70 بار دیگر اگر با مادر خود خانه‌داری کند، 70 بار دیگر میگوید با مادر خود خانه‌داری کند. در دوام چی گفتند پیغمبر خدا؟ و افتز بکرا و افتز 70 بکرا به طریق الزنا. 70 دختر دیگر را با طریق زنا و اونها چیکار کرد؟ همخوابه شد. 4 گناهی که اینها را تلفظش مشکل است. گناه اینها دیگر حساب ندارد. 70 قرآن سوزاندن، 70 پیغمبر را قتل کردن، 70 بار با مادر خود زنا کردن، 70 دختر جوان بکاره چادر کردن. اقرب الی رحمت الله ممن ترک الصلاة. انا همین آدم به سوی رحمت پروردگار نزدیکتر است از آدم بی نماز دیده. انا همین آدم به سوی پروردگار بر رحمتش نزدیکتر است از شخصی که نماز نمیخواند. تصور کنین گناه را ببینید. 70 قرآن میسوزانی، 70 پیغمبر قتل میکنی، 70 بار مادر خود قتل زنا میکنی، 70 دختر قتل زنا میکنی. باز بر رحمت پروردگار تو نزدیکتر بود از شخصی که نماز نمیخواند.
از این دیگر گناه مشکل برای آدم بی نماز نیست. اگر کسی که بی نماز است و این صدای ما را می شنود و اگر این سخن پیغمبر برای وی تأثیر بخش باشد، باید که برای گناه های پیشینه خود گریه کند، برای گناه های پیشینه خود غمگین شود و در حال تعلیم نماز گرفته نماز ادا کند. این حالت در بندگی او در نزد پروردگار ظاهر می شود.